یه لحظه اینو ببینید. چرا آوردن جهنم؟ خدا ازم پرسید وقتی که همسایت گرسنه بود تو کجا بودی؟ و منم گفتم تو خودت کجا بودی؟ این حرف مثل اینه که وقتی استاد به شاگردش میگه چرا سر جلسه امتحان نبودی که نمره بگیری، شاگرد به استاد بگه که تو چرا جای من نبودی که من قبول بشم. ثروت تو و فقر همسایت امتحان توه. خدا اون رو با صبرش و تو رو با بخشندگی امتحان میکنه. به جای اینکه ببخشی به خدا میگی تو کجا بودی. عدالت خداوند به طور کامل در این دنیا محقق نمیشه، چون این دنیا محل آزمایش امتحان نه پاداش. بعضیا هستن میگن من نقد رو ول نمیکنم که نسیه رو بچسبم، من الان تو همین دنیا میخوام. رسول الله علیه السلام میفرمایند کوتاهی و کوچکی دنیا نسبت به آخرت مثل اینه که انگشت